جمال الوجود بذكر الإله. عمر خداوند از او راضی باد آب منوشد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عمر خداوند از او راضی باد به سوی شام رفت. اشرافزادگان شام که به قریبی اسلام را پذیرفته بودند همراه صحابه بزرگ ابو عبیده خداوند از او راضی باد به پیشواز او برآمدند. قبل از پذیرایی به آن حضرت مشک آب پیشکش نمودند. عمر خداوند از او راضی باد از اشترشان پایان آمده و کفشهایشان را از پایشان برآورده کنار گذاشتند. سپس مشک آب را همراه با نقطه اشتر گرفته و در حالی که آب می نوشیدند پیشوازگیرندگان به استقبال آن حضرت رسیدند. این عمل به ابو عبیده خداوند از او راضی باد پسند نآمد و گفت به تحقیق نزد باشندگان این سرزمین یعنی اهل شام یک عمل ناشایسته انجام دادید. چون عمر خداوند از او راضی باد این کلمات را شنید با دستش به سینه اش زده گفت هیهات ای ابو عبیده، اگر غیر از تو کسی دیگر این سخنان را می گفت می دانستم به او چی کار کنم. عمر خداوند از او راضی باد دوام داده گفتند هر آینه شما خوارترین و ناتوانترین مردم بودید، پس خداوند شما را به شرافت اسلام عزت و آبروی داد. پس آگاه باشید که هرگاه شما عزت و آبرو را از غیر اسلام طلب نمایید خداوند شما را خوار می‌گرداند. بله شنونده عزیز، سخنهای حضرت عمر خداوند از او راضی باد سخنهای حق و راست می باشند. امروز ما می بینیم برخی از مسلمان ها می خواهند عزت و آبروی را با واسطه سرایندگی، با واسطه ریب سرایی و با واسطه دیگر عملهای غیر شرعی می خواهند عزت و آبروی را به دست آورند که این عزت و آبروی نیست، این شرمندگی دنیا و آخرت است. عزت و آبرو را تنها با عمل کردن به اسلام و چنگ زدن به سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم می توان به دست آورد. پس عزت و آبروی را از غیر اسلام طلب نکنیم تا خداوند ما و شما را خوار نگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.